سلام خدمتتون عرض میکنم. با قسمت 8 در خدمتتون هستیم. بریم سراغ حلقه ها. اول از همه توضیح بدم که حلقه چیست. حلقه یک فرایند تکرار شونده در واقع برنامه نویسی است. یعنی ما یک در واقع شرایط آغازین داریم، یک شرایط افزایشی یا کاهشی داریم و یک شرط برای پایان حلقه داریم. حلقه ها بسیار متداوله، یعنی کلا در برنامه نویسی موضوع بسیار متداولی هست. برای شمارش استفاده میشه، برای جمع زدن استفاده میشه، برای پیمایش استفاده میشه، برای اینکه شما مثلا یک آرایه، یک مپ، هر چیزی رو بخواین در واقع روش یک حرکت ادامه دهنده داشته باشین تکرار میشه. حتی در واقع مباحث ترینینگ، یعنی AI که میخوان یک دیتایی آموزش بدن، لوپ بسیار مهمه. کلا لوپ ها یا حلقه ها، یا حالا توی گولنگ ما به عنوان با کلمه کلیدی فور فقط میشناسیمش، در واقع این هستش که ما یک کاری رو دائما تکرار کنیم و به یک شرطی برسیم و اون کار رو خاتمه بدیم. شاید اگر اولین بار باشه این مفهوم رو میشنویم، مثل من که اولین بار این مفهوم رو مثلا توی راهنمایی شنیدم، خیلی عجیب بود برام. آقا یعنی چی اصلا یه چیزی تکرار میشه و یک شرط پایان داشته باشه؟ شاید خیلی گنگ باشه، ولی مفهومش از اینجا شروع میشه که من میخوام یه کاری رو دائما تکرار بکنم تا به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم. مثلا میخوام جمع اعداد 1 تا 5 رو بدم، یعنی 1 2 3 4 5 رو با هم جمع بزنم. خب میگم از 1 شروع کن تا 5. پس یه متغیر میگیرم از 1 تا 5. یک شرط پایان میذارم، میگم رسیدی به 5 بس دیگه. و اون کاری که در داخل لوپم انجام میزنم جمع زدنش. این بسیار فرایند ساده‌ای به نظر میرسه، ولی کلا خیلی قسمت‌های پیچیده برنامه نویسی با همین در واقع لوپ انجام میشه، یا همین فورها، حلقه ها انجام میشه. خب طبق معمول همیشه باید بگم که پروژه گیت داره و شما کدها رو میتونید روی گیتش ببینید. خب بریم سراغ در واقع ریدمی یا همون قسمت 8. خب اول از همه بگیم که یه مدل گولنگ لوپ رو ساپورت میکنه و اون فوره. یعنی ما کلا دستور فور رو داریم ولا غیر، و همه کار هم با همین فوره میکنیم دیگه. میدونیم، گفتیم دیگه قبلا یه بار چند بار منشن کردیم که آقا گولنگ هدفش ساده سازیه، پس وایلو، دو وایلو، اینهایی که تو زبانهای دیگه متداول هست و نداره، فقط فورو داره. 3 قسمت داره همونطور که گفتیم: initial statement، condition و post statement. یعنی چی؟ یعنی یه قسمت مقداردهی اولیه، میتونیم هم نداشته باشیم و اینو لزوما نیست. شرطمون هست، میتونیم شرط هم نداشته باشیم. و در واقع پستش هست، یعنی افزایش یا کاهشش، که بدونیم آقا چجوری داره ایتریشن انجام میشه، و این رو هم میتونیم نداشته باشیم. و اون اکشنی هستش که در واقع ما داخل اون خواهیم داشت. این منبعی هم که اینجا معرفی کردم منبع خوبی است. خب بریم یه مثال خیلی کوچیک با هم شروع کنیم. طبق معمول یه فایل میسازیم، در واقع مینمون رو میسازیم، main.go رو میسازیم، میایم یه ترمینال باز میکنیم، میگیم که go mod init رو میزنیم، میایم توی فولدرش، میایم توی فولدرش go mod init رو میزنیم، go mod tidy رو میزنیم که پروژه‌مون تعریف بشه. بعد میایم اینجا main رو تعریف میکنیم، میزنیم پکیج mainمون رو تعریف میکنیم، یه فانکشن تعریف میکنیم از نوع main و این رو هم اینجا میذاریم. من اینو بگم که AI که قبلا استفاده میکردم کوپایلوت بود، AI هم عوض شد، الان کدیوم و تب 9. حالا اگر مد نظر داریم گوران مین رو میزنیم و خب هیچ چیزی رو نباید چاپ بکنه دیگه، ولی اجرا میشه. خیلی خوب، یه FMT هم نذاریم، ولش کن. بریم اولین حلقه فور رو در واقع یه فولدر جدید من درست کنم تحت عنوان لوپ. گفتیم پکیج میشه در واقع. توی این لوپ یه دونه در واقع دوباره loop.main رو بسازیم، .go رو بسازیم ببخشید، و بعد پکیج لوپ رو بسازیم و بعد بیایم یه فانکشن تعریف کنیم به اسم sum.
و اولین کاری که ما میخوایم انجام بدیم چیه؟ سام کردن. اکسپوزش میکنیم که سام بکنه. ورودی فعلا بهش نمیدم، یه ذره سختگیرانه میریم تا یه ذره اینو بازش بکنیم. خب گفتیم که اولین دستوری که داریم چیه؟ دستور فور هست. شما میتونید اینجا تعریف کنید که بگیم مثلا من یه دونه کانتر دارم، کانترم از 0 شروع میشه. گفتیم دیگه این همون وریبلی هستش که ما تعریف میکنیم. این قسمت اولش، اینیشیالش. میگیم کانتر من کوچیکتر از 5 باشه، صحبتی که کردیم. ما داریم از 0 تا 5 میذاریم، میتونیم از 1 تا 6 رو بذاریم و بعد بگیم کانتر من پلاس. خب حالا من میام بیرون از این یه سام تعریف میکنم از نوع اینتیجر، مقدارش هم میدم 0. خب میگم که سام من رو به علاوه مساوی با کانتر بکن و بعد بیایم بیرون از این چیکار بکنیم؟ بیایم از این پرینت بکنیم سابمون رو. خب حالا من اینو میخوام تستش هم بنویسم. میایم اینجا یه فایل میسازیم، می‌نویسیم loop underline test.go، پکیج لوپش رو میذاریم. حالا مهم نیستش دیگه، حالا هر کدوم که میتونید تستش هم بذارید. فانک سام تست که از یه تست هم میگیره و بعد میایم اینجا این رو ایمپورت بکنیم. نمیکنه تستینگ، ایمپورتش کرد. خب میایم اینجا میگیم که چیکار بکن؟ اون تابعی که ما اینجا داشتیم سام رو کال کن. درسته؟ خب من اینجا میخوام بهش بگم که این رو رانش بکنه. unuse parameter t. آره خب من این رو استفاده نکردم، از اینو بزرگش کنم. اولش تست رو میذاشتیم، اولش تست رو میذاشتیم. خب اینو میزنیم، اول تست رو میزنید بعد اسمشو بنویسید. من اینو رانش میکنم. خب جواب اینطوری یه دفعه بهم میده 15. من الان اینو اینجوری نمیخوام. میام اینجا یه دونه اینطوری میذارم که دیباگش کنیم ببینیم که چه خبره. دیباگ تست رو میزنیم. دیباگ تست رو که زدیم، حالا این خیلی به این کاری نداریم. میایم اینجا میگه که من یک سامی دارم، سام من مقدار 0. میرم جلو ببین چه اتفاقی میفته. کانتر من اولش چنده؟ اینجا اینیشیال میشه 1. اینجا میشه کانتر من 1. خودم بیام کانتر من 1 و مقداری که اینجا داریم چنده؟ ساممون چنده؟ 0. یه دونه میریم جلو، باز یه دونه من باز از این میرم جلو. حالا که رفتم جلو سام من جمع شد، کانتر منم اینجا پلاس شد چند؟ 2. سامم شده چند؟ 1. این دقت کنید، اینو وقتی من میذارم بذار من یه کاری بکنم، یه fmt بزنم دات پرینت ln بذارم سام. اینجا من بهتون بگم که چون اینطوری استیتا رو متوجه میشیم، میذارم کانتر دو نقطه مساوی با فعلا. آره اینطوریش کنیم. یه بار دیگه استاپش میکنیم، دوباره میریم رانش میکنیم و این رو رانش رو میزنیم. خب بزنین دیباگش رو بزنم که با هم ببینیم. خب اول از همه گفتیم که سامش 0. میاد اینجا اول کانترمون چنده؟ 1. هنوز جمع انجام نشده ها، این بعد از این اتفاق میفته. ساممون 0. اگه یه دونم اینجا بذارم فکر کنم بیارتش، نه دیگه میپره بعدی. بعد دوباره کانترمون میشه 2. ساممون 1. ساممون با این جمع میشه. بذار من یه دونه اینجا fmt print ln سامم بذارم که این رو هم ببینید. دوباره میزنیم، دوباره راه میکنیم. خب اینو من میرم جلو. ببین اول اینجا کانتر من 1. خب سامم 0. یه دونه میرم جلو، سام من میشه چند؟ 1. حالا دوباره میرم، دوباره حلقه به پایان نرسیدش. چرا؟ چون کانتر من 1 کوچیک‌تر از 6. بله پس برمیگرده توش. دوباره برمیگرده توش که برگشت اینجا کانتر من چنده؟ 2.
سام من چند بوده؟ 1. حالا باید سام من با 2 جمع بشه. چند میشه؟ 1 و 2 میشه چند؟ 3. 3 اینجا نگه داشته میشه. میریم جلوتر. کانترمون 2 از 6 کوچیک‌تره. بله. دوباره برمیگردیم این تو. دوباره همینطوری. کانترمون میشه 3. 3 با 3 جمع میشه 6. دوباره کوچیک‌تر از اینه. کانترمون میشه 4. 4 با 3 جمع میشه 7. دوباره 10 رو به دست میاریم. دوباره میریم جلوتر. کانترمون کوچیک‌تره. 5 کوچیک‌تر از 6. 5 کوچیک‌تر از 6. اینجا رو دقت کنید. اینجا داریم به تهش میرسیم. 5 کوچیک‌تر از 6. پس 5 هم با چیز جمع میشه. 10 جمع میشه. جوابمون چند میده؟ 15. حالا چه اتفاقی میفته؟ 5 یه دونه بهش اضافه میشه 6. 6 از 6 کوچیک‌تره. خیر. پس از حلقه میاد بیرون. به همین راحتی. اگر متوجه نشدین چند بار اینو ران کنید. همینجوری دیباگ کنید. هی ببینید که دیباگی که داره انجام میده مثلا چه جوابی داره میده. اینو باید هی، یعنی چیزی نیست اگه اولین بار دارین میخونیدش احتمالاً 2-3 ساعت طول بکشه تا متوجه بشین. خب اینو بگذارین رانش بکنید. بهترین کار اجرا کردن. کدشو بنویسین، ران کنید و در واقع این رو باهاش ببرید جلو. خب این اولین چیز یه سام خیلی ساده ما نوشتیم. فقط یه چیزی ما اینو من یه بازنویسی کنم. کانتر رو از اینجا باید بگیرم. مکس مثلا اینپوت از نوع اینت، چون تابت واقعا درستش این شکلیه. این باید جای 6 اینطوری باشه. و بعد بیایم ریترن کنم یه اینتیجریو، یعنی ریترن کنم سام رو. الان ببینید توی لوپ هم که اجرا میکنم مثلا میگم تا 6 رو بزن و سام تا 6 رو حساب بکن. خب و بعد میگیم چند؟ 15 بود دیگه. if سام من مخالف مساویه با 15 بیا چیکار بکن؟ خطا ریز بکن. رام بکن. اینو شما بردارم که سریعتر بریم. دوباره ران میکنم. اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی و بعد با 15 خارج میشه. اگه جواب 15 به من نده این خطا میده. من ورودی 6 رو از اینجا میگیرم. هیچ وقت عدد تو کدتون نبینم. نذارید. ماکسیموم تا 6 نه. ورودی بهش بدین. ورودی و خروجی ازش بگیرید. و نکته بعدی هم که این FMT ها تو پروداکشن نباید باشه ها کلا. یعنی این چیزی که ما اینجا میذاریم نباید باشه. الان میذارم برای اینکه متوجه بشین که این چجوری کار میکنه. اوکی. بیشتر در واقع بر این منوار دارم بنویسم. خیلی خوب. بریم جلوتر. این یک ساده از جمع زدن بود که با هم دیگه دیدیم. خب گفتیم لوپ 3 قسمت داره. اینیشیال، کاندیشن، کانتر. شما میتونین این ستا رو نداشته باشین. چجوری نداشته باشین؟ بیام مثال بزنم. خب من یه سام دیگه میخوام بزنم. اینت بنویسم سام without initial. خب اصلا ورودی باز میگیرم. حالا فرض کنید من اینجا سامو دارم. خب کانتر رو اومدیم توش دادیم. کانتر رو داریم. آقا اصلا من کانتر رو مکس مینیمومش هم داریم از این میگیریم. اینم بکنیم مکس. اینم داریم از چی میگیریم؟ از ورودی داریم میگیریم. کانتری که من دارم و مقدارش چند بده؟ مین بده یا اصلا نده. بیا یه فور بنویس. بگو که آقا کانتر من از مین شروع میشه تا چیز. اصلا میتونم یه کار بهتری هم بکنم. سیمیکالن بذارم. بگم که مین کوچیکتر از مکس، مین پلاس سامشو بزنم و بعد ریترن کنم. چی شد اینجا؟ این قسم نسبت به قبلی مقایسه کن. اینجا ببینید یه کانتر مساوی 1 داشت. من کلن از ورودی گرفتم. حالا میایم تستشو می‌نویسیم. میگیم که فانک تست اینیشیال نه سام ویداوت اینیشیال. سام ویداوت اینیشیال یا همچین چیزی.
این از این و این از این. میگه که من اینو ندارم. اسمش چی گذاشتم؟ خب میگیم از چند تا چند بشمار؟ میگیم از 1 تا 6 بشمار. دقیقا مشابه قبلی. رانش میکنیم. چی شد؟ پس شد. پس شد یعنی چی؟ یعنی 15 جوابش. اگر حالا سختتونه بزنید یه بارم دیباگی بریم. حتما دیباگ کنید. حتما 2-3 بار کد رو دیباگ کنید ببینید اصلا چه اتفاقی افتاده. خب ببینید دوباره اینجا سامو داریم ولی مینیمم از ورودی میاد 1. دوباره میاد از این، من میرم جلوتر، دوباره 2 میشه مینیمم. میبینید سام داره زیاد میشه، 3 میشه، سام داره 6 میشه، سام داره 10 میشه و بعد آخرش هم 15 میشه و میاد بیرون. و بعد این اگه مساوی با 15 نشه ما اینجا باید ارر ریز بکنیم. خب چه فایده ای داره؟ من میتونم بگم از 2 تا 6 رو بشمار. ببین تو قبلیه من بیرون نمیتونستم داخل تابم رو تعیین کنم ولی اینجا دارم داخل تابم رو تعیین میکنم. خب ران تست میزنیم، فیل میده. چرا؟ فیل شد. چرا فیل شد؟ میگه من 15 قرار بود بگیرم ولی 14 گرفتم چون 1 کم شد دیگه. حالا دوباره اینو ران میکنیم، به ما چند میده؟ میگه 14 شد. به همین جالبی. خب پس بدون اینیشیالش رو دیدیم. حالا بریم بعدی بدون کاندیشنش رو ببینیم اگه یه کاندیشن نذاریم چی میشه. می‌نویسیم بعدی اینفینیت، بی نهایت. فانک می‌نویسیم اینفینیت. مینیمم ماکسیمم بگیریم اصلا مهم نیست. خب من اینجا اینو نمیدم بهتون. چی میشه؟ ببین خودش ارور داد، گفت آقا این unreachable کده، یعنی هیچ وقت به اینجا نمیرسه. چرا؟ کی اینو فهمید؟ خود کامپایلر هم، خود این چیزه، ابزارهایی که استفاده میکنم میفهمن. چرا؟ چون اینجا حلقه هم در واقع مقداری توش نداره. حالا بیایم اینجا چاپ بکنیم fmt.println sum یه فانک می نویسیم، تست می نویسیم، اینفینیت میزنیم. آقا اینو لاک کن، رانش کن. چی میشه؟ میبینید همینطوری داره اضافه میشه. میبینید همینطوری داره اضافه میشه. همینطور اینتیجره داره هی جمع میشه. بذار من یه کاری بکنم. بذار یه اچ تاپی ما اینجا بگیریم بهتون سی پی رام نشون بدم. سی پی مصرف کنه. نه متاسفانه خیلی نشون نمیده سی پی رام مصرف کردنشو. خب اوکی. اینو میبینیم الان برنامه هنگ کرد، کاملا هنگ میکنه. جالبه اینجا کرش کرد اصلا خود چیزم. خب پس اینو رانش نکنیم، بیایم یه کاری بکنیم. بیایم اینجا و این رو که داشتیم سام میکردیم نکنیم، بگیم فقط پرینت کن، چون سام کردنش اثر اذیت میکنه. یه بار دیگه اینو رانش بکنیم ببینیم که چی بهمون میده. خب همینطور ببینید داره بهتون 0 میده. نکته اول، حلقه های بی نهایت استفاده میشن. بذار من اینو استاپش کنم به یه نحوی. اگر بذاره که من اینو استاپش بکنم نمیذاره استاپش بکنم. یه راهش اینه که کلا برنامه رو ببندیم. خب این داستانم اینه که من با این هر دفعه ران میکنم این بروزرم میتره که با ترمینال چیزی رانش بکنیم اینو، یعنی با حالت تست و اینا رانش نکنیم، با ترمینال رانش بکنیم. خب این حالت بی‌نهایت. آیا حالت بی‌نهایت استفاده میشه؟ بله استفاده میشه. ما چرا آموزش میدیدیم به اون میگفتن استفاده نمیشه، ولی میشه. میبینی که استفاده میشه. مثلا شما دارید یه دونه در واقع کانسیومر دارید. کانسیومر چیه؟ ما یه سیستم دیزاین پترنی داریم به نام پاپساپ. یک کسی یه چیزی رو میفرسته، یک کسی یه چیزی رو میگیره. حالا ممکنه چند نفر بفرستن، چند نفر بگیرن. حالا پاپسابه، حالا بعدها توضیح میدم.
ولی یه دیزاین پترنیه. این میفرسته، این میگیره. خب اینی که میگیره که میفرسته که مشخصه یه چیزی رو ریز میکنه دیگه، میفرسته، تموم شده رفت. اینی که میگیره باید یه حلقه لوپ باشه، باید یه بی‌نهایت باشه، تموم نشه، خارج نشه، وایسه تا بگیره. هر وقت گرفت اون کار رو انجام بده و اصلا از اون حلقه خارج نشه، هی باشه تا زمانی که مثلا یه اسکریپت، یه مثلا کانتکسی بفرستی سمتش، بگی آقا کیلش کن، استاپش کن. پس این تا بی‌نهایت میره، هست، برنامه رو نگه میداره. این جمله رو یه جایی بنویسید، با حلقه بی‌نهایت برنامه رو نگه میداره. وی اس کدمون هم کرش کرد. آفرین، وی اس کدمون کرش کرد. خیلی خوب. پس حلقه بی‌نهایت رو هم دیدید. میتونیم ما اینجا این رو هم نذاریم، یعنی این جوری هم میشه. لزومی نداره حتما چیز خاصی توش باشه. بریم جلوتر. حلقه بی‌نهایت رو دیدین. فور رنج این به شدت کاربردیه. یعنی این فور رنج به شدت کاربردیه. فرض کنید من یه دونه اصلا چی دارم، یه دونه فانک فور، مثلا اسمش همینجوری میذاریم، فور رنج میذارم. خب هیچی هم ورودی بهش نمیدم. این خیلی باحاله. فرض کنید دقیقا همینجوری، فرض کنید یه اره اینت بهش میدم، مثلا اینپوت بهش میدم. خب از نوع اره اینت. اره ها رو فکر کنم نگفتم، ولی حالا فرض کنید که حالا گفتیم. میاد روی این فور رنج میزنه. دقیقا هم یه همچین دستوری داره. فکر کنید یه آرایه‌ای رو من بهش میدم و بعد میاد بر اساس این در واقع رنج. دوست عزیزمون کدیوم کار رو گرفته دستش، داره توضیحات هم میده. خب میایم اینجا میگیم آقا یه تست بنویس برای فور رنج. یه اره تعریف میکنم 1 تا 5. اینو رانش میکنم. بریم رانش کنیم. ران چرا نمیشه تو؟ سیو بشه. رانش میکنیم 1 2 3 4 5. یعنی یه ایتریشن روی یک حلقه، روی یه دونه اره. حالا اره ها رو جلوتر میگم، جلوتر بگم باز فورش هم میگم، ولی حالا بزنیم کاملش هم اینجا باشه. باز دوباره چیز دیگه ای که داریم، پس خیلی فور در واقع گولنگ قویه، باش همه کاری میکنیم. باز دوباره چیز دیگه داریم، مپه. یعنی من اینجا بیاین یه دونه چیز بنویسم، فانک فور مپ. خب و بعد یه مپ مثلا اینت هم بگیریم. دوباره این همین داستان. مثلا من اینجا میبینید یه فور میشه نوشت، کی ولیو رو میگیره رو رنج اون. خیلی پایتونی، شبیه پایتون نیست، این خیلی شبیه پایتونه. خب یه فانک داره، یه تست فور مپ داره، میگه آقا یه دونه مثلا مپ درست کن 1 10 2 23. اگه مپ نمیدونی چیه مهم نیست، بعدا جلوتر میگم، ولی مپ خلاصش اینه که یه اری اسوسییشن رو در واقع توی گولنگ بهش میگم مپ. و بعد من اینو میام در واقع دوباره رانش میکنم. اینو رانش میکنیم و بعد چی رو داره به من میده؟ یه فور لوپ روی اون داره میگه 1 10 2 20 و 3 30. دوباره روی مپ هم داره همین کارو انجام میده. میگم لوپ چیز، لوپ در واقع گولنگ فورش رو همه چی کار میکنه. مدل بعدی رو استرینگ ها رو که دیگه گفته بودیم که آقا یه فانکشنی داریم، ما یه فانکی داریم به اسم استرینگ و فورش رو میخوایم بنویسیم. فور روی استرینگ. ورودی چی میگیریم؟ باز استرینگ میگیریم، یه فور میذاریم روش رنج اینپوت. خیلی خوب. میایم اینجا دوباره فانک میگیریم، تست میگیریم فور استرینگ. یه هلو وردی من بهش میدم و اینو رانش میکنم. چیو داره به من میده؟ اگه گفتی اینا چیه؟ اینا چرا کاراکتر نیست؟ اینا داره اسکی کدشو به هم میده. اینجا ما داریم با این روش اسکی کد. اونجایی بود ما رونو داشتیم توضیح میدادیم اگه خاطرتون باشه، اونجا خود رونو توضیح میده. اگه من اینو استرینگش کنم استرینگشو به هم میده، استرینگ ولی اینتیجرشو نخوام. اینا اسکی کدشون. حالا برین نکنین اسکی کدم چیه، بد نیست.
نه دیگه نمیخواد. خب اینم من میذارم و اینم ران. میبینید حالا شد هلو ورد. چرا؟ چون اینتیجرش رو تبدیلش کرد. این هم میبینید نوشته رون، چون ولی تایپی که اینجا داره میگیره از نوع رونه. در واقع استرینگ من رشته ای از رون ها است که در کنار هم دیگه قرار میگیره و بعد اینو تبدیلش میکنم من به استرینگ. خب دستور بعدی دستور بریکه. بریک معادل کاندیشنه ولی کاندیشن پیچیده ایه. چجوری؟ مثلا من دوباره برمیگردیم به همون مثال جمع 1 تا 10 که نوشته بودیم. اینجوری میگیم که آقا من یه سام میخوام بنویسم، اسمش هم میذارم سام کاندیشن، ولی میخوام بگم که آقا اینطوری باشه، ولی اگر مثلا مینیموم من که کانترم هست شد 10 شد 3 تو بریک بکن ببینیم چی میشه. اینو میذاریم. حتی گفتم که این کار 3 گذاشتن کار اشتباهیه. باید حتما هارد کد نباید باشه، حتما باید یک وریبلی داخل این ما بدیم. خب میایم اینجا سام کاندیشن، یه فانک می نویسیم، اسمشو میذاریم تست سام کاندیشن. خب و بله اینو میریم دیباگ میکنیم، سیوش میکنیم. دیباگشو من میخوام. چقدر این بالا چیز میزورده، این نمیخوام تو تب 9 اومده گفته که من اینو دارم میگیرم. خب بذار ببینم من اینو چجوری میتونم دیباگ کنم بدون اینکه این بالا چیزی باشه. آها این هاشش دیباگ تست. خب باز میایم اینجا ببینیم چه خبره. میایم اینجا مینیموممون چنده؟ 0. آیا 0 با 3 برابر خیر؟ میریم جلوتر. ساممون با 0 جمع میشه که میشه 0، میاد مینیموم اضافه میشه 1. آیا 1 با 3 برابر خیر؟ ساممون با 1 جمع میشه چند؟ 1. ساممون میشه 2 با 3 برابر خیر. 2 و 1 جمع میشه و بعد میشه 3. مینیموم 3 ساممون هم 3. مینیموم 3 این شرط برقرار بله خارج میشه، پس با 3 خارج میشه. اینجا جوابی که به من میده چنده؟ 3. من 3 رو انتظار دارم که به هم بده. نکتهش همینه. حل. پس فهمیدیم که اگه دستور بریک رو بذارید از اینجا حلقه میشکنه، از اینجا حلقه میاد بیرون. خب بریم ادامهشو. بریک رو گفتیم. بیایم اینجا دستور بعدی که داریم، حالا این چی هستش؟ لیبل هست. این لیبل من اینجا اولش بگم اینقدرها هم که فکر میکنید استفاده نمیشه، ولی چون وجود داره من حالا میگم. حالا قبل از این یه فور تو در توه، بذارین من فور تو در تو رو کاش میگفتم بعد اینو میگفتم، ولی ببینید اینو من نمیخوام الان کدشو بزنم. 3 تا فور تو در تو داریم ما مثل همه زبونهای دیگه و میبینید که تایپ های مختلف داره. شما میتونید بریک کنید، یه جا لیبل بزنید بذارید به اونجا، میگه آقا اگه از این بریک شد بیاد اینجا. این استراکتی که دارید میبینید ترجیحاً استفاده نکنید. 3 تا لوپ تو هم تو اوش میشه در واقع او n3. خب و به شدت کند هست. این نکته اول. نکته دوم این که این داره میگه من اینو بریک میکنم میندازم اینجا، این خاناییش هم پایینه این کد. حالا من اینو نمیگم ولی بدونید ما یه همچین چیزی داریم به نام لیبل. دستور بعدی که داریم کانتینیو رو بذاریم واسهتون بزنم. یه فانک می نویسیم سام با کانتینیو. چجوری هست؟ مثل همونی که نوشتیم. خب میگه مثلا اگر مین من مساویه با مثلا زوج بود زوجا رو نشمار. این مثلا چیه؟ جمع بین اعداد مین تا مکسه ولی زوجا رو نشناس، زوجا رو نشمار. بریم با هم اینو مثالش رو ببینیم.
فانک تست سام چی بود اسمش؟ سام کانتینیو، سام کانتینیو که یه تستی هم میده و بعد خودش هم نوشت. جمع بزنیم ببینیم چند میشه. اعداد 0 تا 5 چند میشه. ولی بیاین دیباگی بریم سامشو ببینیم با هم دیگه ببریم جلو. خب دیباگ میکنیم، میاد اینجا میگه آیا مینیموم من 0 هست؟ خیر. من میرم جلوتر. تقسیم بر آیا زوج هست؟ بله 0 زوجه دیگه، پس میره سراغ 1. حالا رسید به 1 رو با سام جمع میزنه، میره اینجا آیا 2 من زوج هست؟ بله. پس چی میشه؟ اینم بذارم، میگه ردش کن، بیخیالش، ردش میکن، ادامه میده. مینیموم من میشه 3 من آیا با 1 جمع میشه؟ آیا زوج هست؟ خیر. پس با 1 جمع میشه. دوباره 4 من زوجه، پس میره تو کانتینیو. 5 من فرده، پس جمع میشه. دوباره میره بعدی. 6 من زوجه، پس نمیشه. دوباره 7 من فرده، میره بعدی. 7 با اون جمع میشه. دوباره 8 میرسیم به 8. آیا 8 زوجه؟ بله. پس کانتینیو انجام میشه. آیا 9 من زوجه؟ خیر. پس جمع میشه. میبینید الان جواب من شد 16. جمع اعداد در واقع فرد هستش. ببینید چجوری شد. اگه من بخوام اینجا خیلی ساده بهتون بگم، این در واقع میشه چی؟ میشه که هر جایی که زوج بود ادامه نده. میشه 1 3 5 7 9. این میشه جمع این عدد که در واقع جمع اینا شده 16. ببینید چه چیز جذابی داریم تولید میکنیم. این چیزها رو دیدین توی ریاضیات گسسته ما یه مبحثی داریم تحت عنوان جنریتورها. همش رو میتونید در واقع با این مدل کدها بزنید. خب بریم ادامه داستان. کانتینیو رو گفتیم و تمام شد. خب توی این قسمت ما در واقع بذارید خودم بیام درباره حلقات صحبت کردیم. حلقه ها کلا برنامه‌نویسی بر پایه حلقه است. ما یه چیزی رو داریم پیمایش میکنیم. تو ریاضیات استفاده میشه، تو ریاضیات گسسته استفاده میشه. کلا یک پیمایش گسسته است. میدونید که اصلا کامپیوتر پیوستگی ما نداریم، ما همش گسستگیم. ما تا انقدر این اسپیس ها رو کوچیک در نظر میگیریم که میشه همه چیز رو با همین انجام داد. جلوتر من چند تا مثال میزنم براتون که مثالا ریاضی خواهند بود، ولی خلاصه اینکه در این قسمت داشتیم این بود که حلقه ها چیستن. ما توی گولنگ فقط فور رو داریم، کانتینیو رو داریم که میاد در واقع میپر ادامهش رو میده، بریک رو داریم که از اونجا میشکنه خارج میشه. 3 تا قسمت داشت، اینیشیال، کاندیشن و افزایشی یا کاهشی. حالا استیتمنت آخرش میتونه هر قسمتش رو نداشته باشه، لزومی نیست. ما پیمایش روی مپ داریم، پیمایش روی اسلایس داریم، پیمایش رو اری داریم، رو همه اینا ما پیمایش داریم، پس هیچ مسئله‌ای نداریم. فکر کنم چنل ها ما پیمایش داشتیم. فور لوپ رو داریم. فور لوپ استفاده میشود کجا؟ زمانی که کانسیومر داریم. حالا جلوتر اگه تونستم توضیح میدم اینا رو، ولی استفاده میشه دیگه. همین. و فور در واقع یکی از پرکاربردترین قسمت های برنامه‌نویسی است. اگر اولین بارتون هست دارین با برنامه‌نویسی آشنا میشین، حتما کاری که بکنید اینا رو دیباگ کنید، ران کنید و دیباگ کنید، چون تا آدم دیباگ نکنه، استپ با استپ اینا رو نره، متوجه نمیشه. هیچ راهی هم وجود نداره. خب من اینجا پوشش هم بزنم، قسمت قبلی یادم رفت اینا رو بگم. خب ببین نگاه کن، الان من مثلا 9 و 10 هم نوشتم، یه سری رید میشه گذاشتم، ولی نمیخوام الان بدم بالا. پس چی کار میکنم؟ گومودمو میدم، مین رم رو میدم، ریدمیمو میدم بالا، گو لوپم رو میدم، لوپم هم میدم، ولی 9 و 10 هم رو نمیدم چون الان نمیخوام که اونا رو درگیر اونا بشین. پس میدم که چی؟ میگم که سشن 8 من کامیت میکنم. حالا اینجا بزرگوار میگه که من نمیتونم پوش برم. یا روش اینه که با اینجا پوش کنید. خب اوریجین کنید رو مینش. یا روش اینه که دستورش رو بزنید، یعنی دستور گیت پوش اوریجین مستر رو بزنید بدید بالا. در هر صورت باز دوباره پوش انجام میشه.
ممنون که با این ویدیو همراه بودین. تا ویدیو بعدی، بدرود.